امامی که چنین امام دارند. خداوند متعال در قرآن عظیم شان تاکید کرده است یوم ندعو کل اناس بامامهم. و روزی را به یاد بیاره که هر قومی را همراه امامشان دعوت میکنه. امام پیش قوم از کفا. امام چگونه که قومش نمونه. هر قومی که انشالله همین خیلی ملاهای با غیرت، امامای با غیرت دارند، با همت دارند، مردم از حلال حرام آگاه میکنند، انشالله در جوار رحمت پروردگار قرار خواهند. اما هر قومی که قوم هر خیلی که باشه امام شو مثل چون میشه. اگر به شرطی که چنین آدمای با غیرت و با همت نباشند، خدا نکند از اون روزی که ملو پیش قوم از قفاش داخل جهنم میشوند. خداوند از این روز پناه مونده و ما شما را حفظ کنید. قسم به الله در جایی که مسجد آبادان است، در جایی که دعوت است، دعوت به سوی خدا و پیغمبر، مردم هم میبینی که خیلی مردمی با خوش، با ادب، با خدا و پیغمبر آشنا تربیت می‌یابند. خداوند بزرگ انشاءالله قاری را و خاموش از جمعی بلا و نظرها حفظ کند و خداوند در این محله فیض و برکات و خیرات و حسنات خویش را پایدار هم همیشگی نازل بسازد. واقعا در محفل خیر خوب، در محفل توی ازدواج فرزند خاصتا دختر شرکت داریم. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به ما امتاش تاکید کرد کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام شما ای امتهای من به حیث چوپان و پاسبان هستید و هر کدام شما مسئول هستید و البته فردا روز قیامت از رعیتتان پرسیده میشوید. گفتم رعیت ما و شما کی هستند؟ قبل از همه زنامون، فرزندامون، پدر و مادری که فرزندان را تعلیم و تربیت دادن تو نیستند. انشاءالله سربلندی و سعادتی هم دنیا را خداوند نصیبشان میگرداند، هم سربلندی و سعادتی آخرت. خاصتا در مسئله دختر، همین پدری که دختر را تربیت میکند، با آبرو و عزت نکاحش میکند، خانه یک مسلمان را آبادان میکند، هیچ جای شک و شبهه نیست. همچنان که ایشان قاری الحال حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرد، فردا روز قیامت همیشین رسول الله صلی الله علیه و سلم محشور میگردد. انا میخوام که حضرت ده انگشت سبابه و انگشت میانه را نشان داد، انا میخوام همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حشر بشود. واقعا تربیت کردن فرزند کاری اندک نیست، کاری هر بز نیست. خیرمن کوفتن گاوی نرم باید مردی کهن، خوب پسر باشد، خوب دختر باشد، خیلی خون جگر خوردن لازم میآید که او فرزند صالح خوب به کمال برسه که از او فرزند رحمت بشنوی. باز تاکید میکنم که خاصتا دختر در همین شب و روزا رسول گرامی صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است، میگه الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحه. دنیا به حیث متاع است، دنیا استفاده شونده است، بهترین متاع این دنیا زن صالحه. هیچ جای شک شبهه هم ندارم. همه از شاه تا گدا همه در ناخون زن صالحه زور هستند، همه آرزوی زن صالحه را میکنند. کراخانه آباد و همخانه دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. کسی را خدای تعالی خانه آباد و همخانه خوب داده است، نظر رحمت پروردگار هرگز از او بنده و از خاندانش منقطع نمیشود. سبحان الله. تصور کنه که زنی خوب صالحه باشه، فرمانبردار باشه، فرزندات تربیه میکنه، خوراکک تا میپزه، سر لباس تا درزمال میکنه. آخه برای مرد در زندگی دیگه چی در کن؟ همه غم اندوه تا از دیلت ببروره. بسیار نعمتی بزرگ است. واقعا همین کسی را خدای تعالی زن صالحه داده است، در همین دنیا علاقه نعمتی بزرگ براش داده است، هیچ جای شک ندارم. من اعطاه الله امرأة صالحه فقد اعانه علی شطر دینی. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بشارت میدهد هر کسی را پروردگار بزرگ میگه صاحب زن صالحه کرد، در نیم دینش علاقه براش کمک کرده گرد، 50% دینش علاقه حل شد. فلیتق الله فی شطر الباقی. در همون 50% باقی مانده
خودش اندکک باید سعی کوشش کنه. زنای صالحه را ما میدونیم که شوهرها را به شب بیدار میکنن که مردک بخیر نمازی تهجد بخونه، از خدای بزرگ طلب فرزند خوب و صالح گیره. او کمی که زن باشه ماشاءالله دیگر در دنیا چلوزی. الله اکبر. ولی ببینید تاریخ بشریت یگان مرد در تاریخ انسانیت نگذشته است، نه فقط در اسلام، عموما در تاریخ انسانیت هیچ مردی بزرگ نگذشته است که یا مادر یا خیلی بزرگ صالحه نداشته باشد یا زنی صالحه و زنی خوب و بغیرت و بهیمت. در بسیاری موردها میبینی زنها قسم به الله ایام مردا را به عقلتر هستند. اوش که عقل دارن با دیگران را سبب نصیحت و وصیت شو میشود. یک بزرگ زنی در تاریخ اسلام گذشته است با نام رومیسا ام سلیم. با شرافت همین بزرگ زن امروز الحمدلله در جامعه ما رومیساها پیدا شدگی است. شمارهشون هم خیلی زیاد شده است، زیرا که یک قهرمان اسلام است. این زن از قبیله بنی نجار بود، قبیله خزرجی که در شهر یثرب مدینه منوره میزیستند و از اولاد عشیره بنی نجار بود. با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک خویش تباری داشتند. بیبی کلان رسول الله صلی الله علیه و سلم از همین قبیله بود است. همین مادر عبدالمطلب بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم سلما از بنی نجار بود. برای همین رابطه و خویش تباری بینشون موجود بود است. حضرت هم وقتی که مدینه اومد در ابتدا همین بنی نجار با شمشیرهای کشیده اومدن احاطه کردن و گواردیش تشکیل کرده بودن. این زن رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیده بود، اما وقتی شنید که پیامبر آخر زمان در مکه مکرمه علیه مبعوث شده است با پیامبری، نادیده ایمان آورده به زن صالح. الله اکبر. خدا روسی همین دین هم در این محله شما بودیم. همین یک جوانمرد با نام شکرالله فرزنددار شده است، دخترچه‌ش رومیسا نام کرده است. همونجا همین صحبت من مفصل کرده بودم، اگه مفصل نه یک گذشته میگذره، همین یک تاکید کردم میگذره که زن صالحه چی نقشی بزرگی داره. میگه یک مرد با نام ابو طلحه رومیسا زن سیبه بود، یک فرزندک هم داشت با نام انس ابن مولی. یک جوانمرد از او مردم یثرب از مدینه منوره با نام ابو طلحه عاشق هزارش بوده است. یک روز خواستگاری میآید که یا رومیسا برا نمیگیری، بچه خونه در طول زن نگرفته است که رومیسا ام سلیم میگه که زوری تو به مهر من نمیرسه. که بچه میگه من همین ثروتمندترین آدم مدینه منوره ما هستم، نخو زورم نرسه، بر خدا قسم گفت اگر زورم نرسه عرض میکنم و مهر تا کفایه میکنم، بگو همین چند دهنت میبرم مهر تا بگو. میگه رومیسا گفت که مهر من کلمه شهادتی تو. الله اکبر. این کلمه شهادت تا بگو من نکاح میکنم میگیرم مهر ببخشید. این مهر من همین. همو ابو طلحه به شرافت رومیسا اسلام قبول کرد. این ابو طلحه که در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار گرفته بود، در تمام جنگ ها همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، از دوستا و نزدیکای حضرت حساب میخورد. هر کس به خودش یک کمپانیشه داره کو، در آن شخصای نزدیکترین وارد بود. با شرافت یک زن خدای تعالی هدایتش کرده، اسلام عزیز قبول کرد. او کمتری زنی صالحه باشه. الله اکبر. هر مردی جاهل گمراهی را اصلاح میکنه. قسم به الله من خودم شاهد حال هستم، میدونم زنای صالحه را که مردکای التر گرفتن، صالح کردن، نمازخوان کردن، روزگیر کردن، هستن، همه آدمو هستن. نمی زن سببگار اصلاح شدن شوهر شده است. اگر حقیقتا نمی زن خوب و با غیرت باشه، هر کاری بخواه کردن میتونه. همین لجام اختیاری مرد از دستی زنه کرد. هرچند دعوا میکنیم که هم زن کلان نیستیم، نه که بخوای نخوای به مشورت زن در خونه جنبیده نمیتونی.